خوشت اوریپوای عبدالسوله اسخوجان اولین دختر توجیک است که گرانت مبلغش 350,000 دلار را به دست آورد. به دانشگاه استنفورد امریکا شامل شد. این دانشگاه بر اساس ریتینگ از همه معتبر مکتب‌های عالی جهان هر سال در ردیف 3 دانشگاه از همه اول دنیا جای میگیرد. خوشت اوریپووا گفت برای به دانشگاه استنفورد باز چند مکتب عالی دیگر پرنفوذ از جمله دانشگاه کلمبیا، دانشگاه دیوک و دانشگاه جورج تاون نیز او را برای تحصیل دعوت کردند. او بر این است که با شرافت برنامه تجربت توانست به استنفورد شامل شود. این برنامه را خوشت خانه دویم من مینامد. تجربت برنامه عزیز جان عظیمی نخستین توجیک است که به دانشگاه هاروارد نیز یکی از مکتب‌های عالی از همه بانفوذ دنیا شامل شده بود. تا کنون به دانشگاه‌های معتبر دنیا نظیر استنفورد، اکسفورد، کمبریج، هاروارد، پرینستون، کلمبیا، جورج تاون از تاجیکستان تعداد انگشت شمار را یافتند. بسیاری‌ها این را خیلی ضعیف شدن نظام تعلیم در تاجیکستان و به جای تعلیم علم و دانش افزودن توجه به امور خارج از تحصیل نظیر مارشروفکا همچنین به پایین رفتن سطح تخصص استادان مکتب‌ها بستگی می‌دهند.